میدونی راز خوشمزه و لابدار شدن خوراک لوبیا چیتی چیه؟ با اکوکوک همراه باش تا یه بار برای همیشه یادش بگیری. یه پیمونه لوبیا چیتی رو میشونیم و میذاریم 1-2 روز خیس بخوره. توی این مدت چند بار آبش رو عوض میکنیم تا نفخش گرفته شه. اگه زمان ندارید یه شب تا صبح هم باشه کافیه. اگه بازم زمانتون کمه در ادامه یه ترفند عالی دیگه هم براتون دارم. حالا توی یه قابلمه متوسط میریزیمش، بهش 2 تا سیب زمینی کوچیک یا یه دونه متوسط شسته و پوست گرفته هم اضافه میکنیم. روش تا نیمه های قابلمه آب میریزیم. کمی هم روغن بهش اضافه میکنیم که اختیاریه. درش رو میبندیم و روی حرارت متوسط میبریم. اجازه میدیم تا خوب بپزن و نرم شن. توی این حین 200 گرم قارچ رو خرد میکنیم. اواخر پخت سیب زمینی ها رو از قابلمه خارج میکنیم. حالا قارچ ها رو به لوبیا اضافه میکنیم. برامون حتما بنویسید که ترفند شما برای پخت خوراک لوبیا چیتی نرم و خوشمزه چیه. درش رو دوباره میذاریم تا قارچ ها هم بپزن. توی این فاصله یه دونه پیاز بزرگ رو رنده درشت میزنیم. حالا یه تابه رو روی حرارت میذاریم و مقداری روغن میریزیم و پیازهای رنده شده رو بهش اضافه میکنیم. چند دقیقه تفت میدیم تا سبک و تله‌ای شن. به این صورت. حالا 3 قاشق غذاخوری رب گوجه بهش اضافه میکنیم. از اونجا که نمک باعث سفت شدن لوبیا میشه و رب هم مقداری نمک داره، بهتره که از ابتدا به لوبیاها اضافه نکنید. دوباره تفت میدیم تا رب رنگ باز کنه و خوش رنگ شه. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، نصف قاشق چایخوری پودر پاپریکا، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری پودر سیر، نصف قاشق چایخوری گلپر و 1 قاشق چایخوری نمک میریزیم و 1 دقیقه دیگه تفت میدیم. میتونید برای خوش عطر و تر شدنش مقداری پودر تخم گشنیز هم بریزید. حالا سیب زمینیایی که از قبل پختیم هم بهش اضافه میکنیم. با پشت چنگال یا گوشتکوب خوب لهشون میکنیم. همه مواد باید کاملا یک دست بشه. وقتی به این حالت در اومد نوبت اضافه کردن کره است. 1 قاشق غذاخوری کره میریزیم و هم میزنیم تا ذوب شه. اگه وقت کافی برای خیسوندن لوبیاها ندارید میتونید برای 5 دقیقه بجوشونیدشون و بعد حرارت رو خاموش کنید و بذارید 1 ساعت توی همون آب بمونه. اینطوری دیگه نیازی به خیسوندن طولانی مدتش نیست. بعد هم از روی حرارت برش میداریم. حالا این مواد رو به لوبیاهامون اضافه میکنیم. برامون جالبه بنویسید از کدوم شهر از ایران عزیزمون هستید و اگه ایران نیستید دلتون برای کدوم یکی از غذاهای ایران تنگ شده. خوب هم میزنیم تا کاملا یک دست شه. دوباره دربش رو میذاریم و 10 دقیقه زمان میدیم تا حسابی جا بیفته. به به چه لابی داره این خوراک لوبیا چیتی خوشمزمون. در آخر میتونید بچشید. اگه باز هم نمک نیاز داشت بهش اضافه کنید. لوبیا چیتی منبع خیلی خوبی از پروتئین، فیبر، پتاسیم و منیزیمه و به کاهش کلسترول و کنترل وزن کمک میکنه. موقع سرو با مقداری آب لیموی تازه طعمش بی‌نظیرتر هم میشه. یه غذای ساده و خوشمزه و در عین حال مقرون به صرفه. حتما با این روش یه بار امتحانش کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. اگه این آموزش رو دوست داشتید لطفاً لایک رو فراموش نکنید. نوش جان.